به دیده نقش روی تو، به گوش گفتگوی تو، هنوز از دماغ من نرفته است بوی تو. مومن قناعت در طول عمر با برکت خود با داستانهای جنگنامویش، با داستانهای حماسی خود معروف و مشهور بود و این داستانها گمان میکنم که هیچ وقت در تمام تاریخ ادبیات، در تمام تاریخ فرهنگ تاجیک قدر خود، قیمت خود و منزلت خود را گم نخواهد کرد و مومن قناعت با سخن، با شعر ناب، با گفته های تازه خود، با سبک و سلیقه ایجادی خود در تاریخ ادبی ما همیشگی خواهد ماند. روحش شاد، جایش جنت باشد. در گذشت از او یک زایه بزرگ برای نظم و نثر و برای اصلا برای زایان تو برای ملت تاجیک یک زایه بسیار بزرگ است. ما از یعنی آمده چی که مومن قناعت این دنیا را ترک کردن بسیار متاسف هستم و فقط گفتم میگم که یکی از شاعرای بهترین خود را ما از دست دادیم. استاد مومن قناعت بسیار خدمتی که برای ادبیات فارس تاجیک کردند یگان زیایی یگان ایجادکار دیگر نکرد. سروش او، شعر او، سخن او همیشه در دل تمام مردم مشرق زمین باقی خواهد ماند. استاد بزرگ مومن قناعت سپهسالار شعر معاصر بودند. ادامه دهنده کار و پیکار بسیار بزرگ استادان عینی، لاهوتی، ترسنزاده و واقعا یک چهره تازه بودند در ادبیات فارسی زبانان. مومنتر از او میان ما نیست، این تازه گوهر زکان ما نیست. اندیشه کائنات سیرش در خورد دل و زبان ما نیست. همین گونه شخصیت بزرگ، نفری که حقیقتا هم اندیشه ما در خورد دل و بیان او نبود، از دنیا گذشتند. با درگذشت استاد مومن قناعت یک مرحله تاریخی ادبیات تاجیک دوره بندی شد. یک دوره که نفس و نفحش از استاد صدرالدین عینی شروع گشت و با استاد شادروان قهرمان تاجیکستان استاد میرزا ترسنزاده انتقال یافت و از استاد میرزا ترسنزاده با استاد مومن قناعت. استاد مومن قناعت حقیقتا هم مشعل بردار سنت ها و عنعنه های ادبی استاد صدرالدین عینی و استاد میرزا ترسنزاده بودند و در دوره خودشان اگر استاد عینی در تحکیم و پایه‌گذاری ادبیات ما حصه گذاشتند و استاد ترسنزاده آن را یک نوع جهانی کردند، استاد میرزا ترسنزاده، استاد مومن قناعت در نو کردن شعر ما حصه بزرگ گذاشتند. استاد مومن قناعت واقعا شخصیتی است که در تاریخ، یعنی در حیات خلق تاجیک مثل او کم شخصیت ها هستند، زیرا او اشعار خیلی پرقناوت دارد و آنها می توانند به دل هر یک خواننده به زودی جا گیرند و من همچون یک خواننده، همچون یک نفری که با اشعار استاد مومن قناعت در دوران مکتبی و در دوران دانشجویی آشنا گشتم، خیلی به ایجادیات آن کس احترام دارم و امروز بعد از درگذشتشان همین را گفتنی هستم که
استاد مومین قناعت هیچگاه از میان ما نرفتند، زیرا آثار گرانبهایی که او به خلق تاجیک باقی مانده است، یعنی به مخلصانش باقی مانده است، هیچگاه نمیگذارند که خاطره نیک او را از یاد برند. جایشان جنت باشد و خانه آخرتشان آباد باد.